گجت خیلی باحال برامون اومده. من تست نورش رو آخر ویدیو میگیرم، اصلا باورت نمیشه یه همچین نوری. ولی بازش کنم اول داخلش رو ببین. سریای پیشگوشتی. این کشته مرده این مترم، اینو نگاه کن، اصلا بچه متره. اینجا سریای آچارش رو دارید، این دستشه که اونا روی این سوار میشه و یه دونه سیمچین و دنباریک اینجا دارید، آلن ها اینجاست و یه دونه کاتر، یعنی ابزاری که واقعا به درد میخوره. این قسمت یه پنل خورشیدی دارید که با نور خورشید هم شارژ میشه، باتری قابل تعویض داره، ضد آب هم هست، یو اس بی دارید که گوشیتون هم شارژ کنه، پاور بانک هم هست، با این تایپ سی هم که میتونی خودش رو شارژ بکنی، علاوه بر این خورشیدی کابل هم میتونی بهش وصل بکنی. اصلا کاری به روشنایی الان ندارم، فقط حجم نور رو نگاه کن. بیا اصلا بیا یه دقیقه با من بیا دم اتوبان. آقا بالا میگیرم، تو چش کسی نمیندازم، لطفا کامنت منفی نذارید. این حجم نوره، فاصله بسیار زیاده. بیا این برو نگاه کن، دیوارو، اینجا اتوبانه، بعد فضا الان روشنه، این حجم نور رو داره به شما میده. با این پرتاب نورشو میتونی کم بکنی. اینم فضا، بیا با من نگاه کن. خیلی خوبه، این تو روشنایی داره الان این نور رو به شما میده. اینم قرمزشو، اینم حالت چشمک زن.